یه قطار توی اروپا هست که میتونی توش یه اتاق شخصی، حموم شخصی، یه تخت کینگ سایز و یه مهماندار شخصی داشته باشی که توی این ویدیو قرار با رایان همراه بشیم. اما قبلش خوشحال میشم اگه خوشتون اومد منو سابسکرایب کنین، چون ویدیوهای خارجی رو توی کانالم دوبله میکنم. سوار قطار شدم و به سمت صندلیم رفتم. قبل از اینکه اینجا رو نشونتون بدم باید بگم که از اینجا به بعد فقط همه چی باور نکردنی تر میشه. به مزه اینکه نشستم یه منو با کلی غذا بهم دادن و قبل اینکه غذام برسه بریم یه نگاه به اینجا بندازیم. میتونی صندلی تو به یه تخت خواب تبدیل کنی، یه پریز برق و یه میز شخصی که احتمالاً باید غذامو روی این میز بخورم. او غذام اومد. غذاش خیلی خوشمزه بود و بعد غذا رفتم یه قدمی بزنم که به این اتاق برخوردم. یه اتاق کنفرانس یا بیزنسی بود. بعدشم که رسیدیم ونیز. شبا هم تو ونیز موندم. همه چی داره عجیب غریب میشه. یه ایمیل خیلی عجیب دریافت کردم. گفتن که کت شلوار و کروات و شلوار پارچه‌ای باید بپوشم، نه لباس جین و نه شلوارک. انگار میخوایم بریم عروسی. من تو قطارم. قبل اینکه اینجا رو نشونتون بدم میشه بگم چه جوری اومدم اینجا؟ این یه قطار خیلی لوکسه که میان از هتل شما رو همراهی میکنن. سوار قایق شدیم و واقعا حال کردم، جای قشنگ زیادی رو دیدم. اونا شما رو جلوی ایستگاه قطار پیاده میکنن. بگذاریم یه کاپوچینو و یه بشقاب شیرینی اینجاست. سرآشپز شخصا اومد و یه بلیط برای شام بهم داد و حالا وقتشه که به اینجا یه نگاهی بندازیم. این اتاق کاملا خصوصیه و همش مال خودم. یه میز غذاخوری بزرگ اینجا دارم، یه مبل اینجاست که شبا به تخت تبدیل میشه، یه پرده چوبی اینجا هست که میتونی پنجره‌تو ببندی و کاملا راحت باشی، یه کامود برای آویزون کردن لباس و یه گاف صندوقم توشه. همچنین این لباس راحتی و این دمپایی‌های بامزه، همچنین کلی آب تلخ رایگان، به علاوه کلی لوازم بهداشتی. از حمومش که نگم براتون، خیلی شیک و با کلاسه. یه حموم کامل توی قطار، همچنین یه توالت شخصی. کاری ندارم این قطار چقدر لوکسه. آخرین باری که سوار قطار توی ایران شدی کی بود؟ دقت کردی کولر قطارهای توی ایران یه بوی خاصی میده انگار. من آخرین باری که سوار شدم فکر کنم بچه بودم، درست یادم نیست، ولی اون بوی هنوز توی ذهنمه. انگار یه بوی خیلی خاصه که تمام خاطرات اصلا زنده میکنه برای آدم. قبل اینکه دیر بشه باید برسم به نهار. نمیدونم این غذاها چیان ولی فکر کنم همشون عالی باشن. خب اولیش شمشیر ماهی بود، خیلی خوب بود، ولی بعدش تن ماهی بود که اونم خوب بود. بعدش هم کیک سیب و نون بربری. این لقمه‌های آخر باعث شد که بفهمم چقدر شکمم باد کرده. و بله، به مدت 2 ساعت بیهوش شدم. چرا شلوارک پامه؟ اصلا کجام؟ این دکمه آبی اینجا چیه؟ چقدر دکمه آبی اینجا هست؟ امیدوارم منفجر نشه. النورا برام چایی آورد. اون مهماندار شخصی این اتاقه. عاشق این شیرینی کوچولوهایی هم که برام میارن. یه گونی هم بیارن بازم میخورم. این یه سفر 24 ساعته به پاریسه. ما در واقع از 5 کشور عبور میکنیم: ایتالیا، اتریش، آلمان، سوئیس و بعدش هم که میرسیم فرانسه. در حالی که چای میخوردم فرصت داشتم چند ساعت آینده را به بیرون نگاه کنم و از تمام شهرهای کوچیک و منظرهاش لذت ببرم. یعنی زندگی تو این شهرهای کوچیک و سرسبز چقدر باحاله. این بلیط من برای شامه. میدونی راحت نیست ولی مجبورم کت شلوار بپوشم. فکر کنم شام تنها چیزیه که در موردش سختگیرانه ترین قانون لباس پوشیدن رو دارن. بزن بریم. سلام مارکا. حالت چطوره؟ خوبم، ممنون. پیش غذا خرچنگ نروژی، بعدش ماهی با خاویار و برای دسر هم یه بستنی یخی. شامم تموم شده به اتاقم برگشتم. چی میبینم؟ یه تخت کامل. امشب توی قطار روی تخت کامل میخوابم، ولی قبلش میخوام برم یه دوش بگیرم. شب شده و اشغال به راه. باورم نمیشه الان توی قطارم. انگار دارم خواب میبینم. خیلی واقعا لذت بخشه. الان دیر وقته و فکر کنم نزدیک سوئیس باشیم. امیدوارم بتونم کوههای آلپ سوئیس رو ببینم. بهم گفتن هر چیزی و هر زمانی که خواستم میتونم سفارش بدم. من فقط گفتم بیسکویت و شیر میخوام، ولی اونا چندین مدل مختلف فرستادن. رایان کلا اینجوریه، یعنی ویدیوی قبلیش هم هست تو کانال. وقتی بهش میگن هر تایمی که میخوای هر چیزی دوست داری سفارش میده، اصلا رحمی تو کارش نیست. 3 شبم باشه سفارش رو داده.
امروز واقعا جادویی بوده برام. این حتی هنوز بهترین قطار این ویدیو هم نیست. صبح بخیر. در حالی که النورا داشت تختم رو مرتب میکرد اومدم اینجا یه هوایی بخورم. من تو قطارم، آفتاب داره میتابه و تقریبا رسیدیم. از پارسال که برای اولین بار اومدم پاریس واقعا دیگه عاشق اینجا شدم. به عنوان مشتری این قطار حتی وقتی پیاده میشید هنوز یه راننده داری که تا هتل بعدی شما رو میرسونه. و وقتی وارد شدم یه چرت 4 ساعته زدم. بعد متوجه شدم که میتونم برج ایفل رو از این اتاق ببینم. صبح بخیر. آخرین قطارم به مقصد بوداپسته و این بار یه اسکورت پلیس منو به قطار میرسونه. یه خورده زیاده رویه ولی فکر کنم به خاطر اینه که این گرونترین قطار دنیاست. من تو قطارم. البته این همون قطاره ولی من توی گرونترین قسمتشم الان. این سویت شبیه سویت قبلیه ولی تنها فرقش اینه که با شکوهه و خیلی لاکچری تره. این رسما گرونترین صندلی قطار تو کل دنیاست. مبلش بزرگه، میز و صندلیش هم بزرگه، تختش بزرگه، همه چیش بزرگتر و لاکچری تره. ولی مهمتر از همه اینه که یه تخت کامل داره. اینجا یه اتاق کامله. تقریبا وقت شام شده و من یه لباس خیلی مخصوص برای این قسمت از قطار آماده کردم که البته نمیدونم بپوشمش یا نه. نه نمیپوشمش. راستش خیلی افتضاحه، بعد عوضش کنم. سر میز غذا یه منظره شگفت انگیز، یه نون خوشمزه و غذاهایی که اصلا نمیدونم اسمشون چیه ولی واقعا لاکچری و خوشمزن. و دیگه وقتی که چیزی نمیتونستم واقعا بخورم اینو آوردن و واقعا بازم خوشمزه است. از چند تا تونل هم رد شدیم که واقعا باحال بود. بعد از همون تصمیم گرفتم یه گشت و گذار دیگه بزنم چون امشب آخرین شبیه که تو گرونترین قطار دنیام. پس بعد نهایت استفاده رو ازش ببرم. اینجا همه لباسای لاکچری پوشیده بودن. رفتم یه نوشیدنی سفارش بدم و این دوستمون هم داشت پیانو میزد. منم از نوشیدنیم لذت بردم. اصلا انگار واقعی نیست اینجا. یاد قطار سری و سیر قطبی افتادم. من تو تختم. واقعا اسم میکنم الان توی فیلمم. واقعا نمیدونم حتی چه فیلمی. شاید قطار سری و سیر قطبی. صبح بخیر. صابونمو سری برام آوردم و اینو بگم که این بزرگترین صابونه‌ایه که تا حالا خوردم. اوه این پله چقدر بزرگه. منظره‌های تو این سفر واقعا شگفت‌انگیز بودن. این شهر کوچولو رو نگاه. فرض کن تو این شهر کوچیک زندگی کنی. خدای من قطعاً این یکی از زیباترین مسیرهای دنیاست. بچه‌ها دمتون گرم که تا اینجای ویدیو همراه بودین. یادتون نره ویدیو رو لایک کنین. خیلی مخلصیم.